انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. نازنین همراهان برنامه‌های تصویری و آموزشی آیین سوگ و ستایش، با شما عزیزان در قالب روایت تصویری در شرایطی همراهیم که امروز بیش از هر زمان دیگری مسئله آموزش علمی و عملی، آنچه که در رسا، منقبت و بزرگداشت تاریخ صدر اسلام، بزرگان دین و اهل بیت عصمت و طهارت رو قرار است چه در مقام مدح، چه در مقام رسا و چه در جایگاه سوگ و نشستن به تعزیت قسمت بکنیم، شاید فرا و ورای آنچه که در سنت ماست نیازمند روش، بینش، نگرش، گویش و رفتار علمی است. این برنامه و مجموعه برنامه ها تلاش میکنه تا نگاهی آموزش محور و علمی در حوزه آیین سوگ و ستایش داشته باشه. جلسه اول این برنامه که داریم به شما تقدیم میکنیم قرار است رویکردها رو بر محوریت ملاک‌ها و شاخصه های لازم بر حوزه نگرش فردی و علمی فنی برای ورود به عرصه مدیح سرایی و مرثیه خوانی قرار بده. خب وقتی ما در این حوزه صحبت میکنیم قطعاً مقوله تعریف بنیادین، نگاه تبیینی و روایت ما از واژگان مداحی و روزخوانی، آنچه که در عرف است، آنچه که در علم است، دو نگاه متفاوت رو با شما عزیزان این بار با رویکرد علمی در شرایطی تقدیم میکنیم که تلاش میکنیم در همین گام نخست برای اینکه نگاهمون مستند به آنچه که روایت متقن در تاریخ به تاریخچه مدیح سرایی و مرثیه خوانی هم نگاهی ویژه داشته باشه. دعوت میکنم ازتون که همراه بشید با روایت های جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر علی اکبر رنجبران، پژوهشگر، نویسنده و مدرس حوزه علمیه. برنامه اول از سلسله مباحث آیین سوگ و ستایش. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. مداحی به عنوان یک مهارت و علم و مانند هر حرفه و شغل دیگه ای نیازمند دانش و مهارت آموزی است. بر اساس استقرایی که به عمل اومده این مهارت و جایگاه نیازمند اجزا و شرایطی است که بدون این اجزا و شرایط نمیتوان به منزلت شایسته در این زمینه رسید و نقص و فقدان هر کدام از این شرایط به نقص در شخصیت شکل گرفته مداح تسری خواهد پیدا کرد و جمع این شرایط تأثیر ماهوی در تکمیل شخصیت مداح داره. شرایط مربوط به جایگاه فردی مداح رو اگر بخوایم بگیم، اولیش سیمای زیباست. مداح باید یک سیمای زیبایی داشته باشه و در سیمای او چیزهایی که از منفرات هست وجود نداشته باشه و لااقل یه حد اقلی از این در وجود مداح باشه که نقصی نقصانی در سیمای مداح اگر باشه ممکنه جزء منفرات باشه و تأثیر بگذاره در مخاطب. دوم، سلامت جسمی و مزاجی است در امور فردی مربوط به مداح، یعنی شرایط فردی او. و سلامت جسمی و مزاجی تأثیرگذار در روند اجرای مجالس و کارکرد خیلی زیادی داره برای بهتر اجرا کردن مداح. اگر خدای نکرده سلامت جسمی یا مزاجی نباشه، اینها نمیگذاره آنگونه که باید مداح مجلس رو اداره بکنه. سومین شرط برای شرایط فردی سلامت روحی است، یعنی نداشتن وسواس، اهم از وسواس رفتاری که در روانشناسی مطرحه، وسواس در نجاست و پاکی در امور دینی، لکنت زبان، افسردگی، دو قطبی، پیشفعالی. اینها شرایطی هستش که نباید در مداح وجود داشته باشه، چون تأثیرگذار در شخصیت مداح خواهد بود و نمیتوانه آنگونه که بایسته و شایسته است از عهده این حرفه و شغل بر بیاد.
4 شرط از شروط فردی پاکی خانواده و خاستگاه زندگی مداحه و سابقه خوب مداح. معمولا اگر خانواده هایی هستند که سابقه خوبی ندارند یا خوشنام نیستند یا خود مداح ممکنه سابقه خوبی نداشته باشه، باید بدانه که این ممکنه تأثیرگذار باشه در مداحی او، در مرثیه سرایی او. البته اینها به معنای این نیست کسی که حالا این شرایط رو نداره ورود نکنه، اما اینها قطعا در آینده مداحی او ممکنه اثرگذار باشه. و شرط 5 استعداد صدای خوش هست که متناسب با این حرفه باشه. خب کسی که صدای خوش نداره قطعا یکی از ارکان مهم مداحی رو نداره. بعد میرسیم به شرایطی که منوط به جایگاه علمی و فنی او هست، یعنی علوم و فنون بایسته مداحی اهل بیت. خب اول آموزش ادبیات عرب هست، صرف و نحو در حد متوسط که متکفل این کار اساتید حوزه علمیه هستند. دوم آموزش اصول اعتقادات کامل هست در حد عالی که باز متکفل این کار حوزه علمیه است. سوم آموزش احکام فقهی است که باید مداح ببینه، اون هم در سطح عالی، باز هم متکفل این کار حوزه علمیه است. 4 آموزش صداسازی و آشنایی با دستگاه‌های موسیقی است که اگر حالا موسیقی سنتی یا موسیقی پاپ که متکفل این کار اساتید آموزش صدا و موسیقی و آواز هستند. 5 آموزش تجوید و آشنایی با قرآن کریم هست و تفسیر و کتب مرجع حدیثی که باز متکفل این شرط هم اساتید حوزه علمیه هستند. 6 آموزش تاریخ اسلام و مقتل شناسی و مقتل خوانی است که باز هم متکفل این بخش هم اساتید حوزه علمیه هستند. 7 آموزش ادبیات فارسی و شعر و ادبیات شناسی است که متکفل این کار هم ادبا و شعرا هستند. 8 آموزش فنون اجراست که این کار رو متکفلش پیشکسوتان مداح هستند. 9 آموزش روانشناسی مخاطبه که باید مداح در این امر مراجعه کنه به روانشناس‌های متعهد. و 10 آموزش جامعه شناسی مخاطب هست که باز هم متکفل این کار جامعه شناس متعهده. 11 آموزش سیاسی و جریان شناسی سیاسی است که باید از سیاستمدارهای متعهد اینها رو آموزش دید. 12 داشتن مربی اخلاق و ارتباط با عالمان ربانی است که باز هم متکفل این کار اساتید و علمای اخلاق حوزه علمیه هستند. اینها اجزاء تشکیل دهنده امور مداحی است که اگر مداح این شرایط رو داشته باشه و اینها رو بیاموزه میتوانه در رشته و شغل و حرفه خودش موفق باشه. میرسیم به تعریف کلمه مداح یا مادح. موضوع بحث ما آیین و روش و شیوه مدیح سرایی و مرثیه خوانی است و در این دایره وسیع به مقدمات این شیوه نامه و به شکل خاص به یک موضوع زیر مجموعه اون که مقتل خوانی و مقتل شناسی است ان شاء الله میپردازیم. مهمترین چیز برای هر شغل و حرفه شناخت واژگان کلیدی اون شغل و حرفه و تاریخچه مربوط به اون هست که تأثیر شگرفی به نگرش انسان و افق دید انسان در اون امر داره. خب بحثو با واکاوی کلمه مداح و روزخوان شروع میکنیم. آنچه امروز مرسومه به فردی که در جایگاه مدیح سرایی و مرثیه خوانی اهل بیت قرار میگیره کلمه مداح یا روزخوان اطلاق میشه. اصطلاح روزخوانی از عادت مرسوم در بین خطبا و اهل منبر در خواندن کتاب روضة الشهدا گرفته شده. معنای روزه در اصل باغ و بوستانه، اما سبب اشتهار مرثیه خوان به روزخوانی که البته غلطی مشهور هست اونه که مرثیه خوانان در گذشته حوادث کربلا رو از روی کتاب روضة الشهدای ملا حسین کاشفی میخوندن، چون این کتاب به رغم محتوای ضعیف و پر از خرافات و انحرافات و جعل ولی مقتلی بود که برای اولین بار به زبان فارسی و داستانوار و توأم با شعر و اغراق و حماسه نوشته شده بود و المانهای هنری ادبی و تصویرسازی خوبی برای مخاطب داشت.
به همین جهت میون اهل منبر شهرت پیدا کرد و به خاطر دشواری متون عربی و آسانی متن فارسی مرثیه خوان‌ها به این کتاب توجه کردند و مردم هم به خاطر جهاتی که عرض شد استقبال کردند، به طوری که همه مرثیه رو از روی متن اون میخوندن و به مرثیه خون میگفتن آقا روزه خون هست، یا برای رفتن به مجلس عزای امام حسین علیه السلام میگفتن بریم مجلس روزه، به اعتبار خواندن کتاب روضة الشهدا در مجلس. خب مداح صیغه مبالغه است، یعنی کسی که فراوان مدح و ثنای کسی رو بگه، و البته ماده هم اسم فاعل بدون اینکه بار معنایی مداح رو در مبالغه داشته باشه. اشکال این کلمه اینه که این کلمه گویا و جامع برای کسی که در کسوت بیان محامد و مصائب اهل بیت هست نیست، به این دلیل که به خاطر بار معنایی مدح فقط بخش بیان مدایح و فضایل اهل بیت رو در بر میگیره و در برگیرنده بیان مراسی و مصائب اهل بیت نیست. و کسی که در این جایگاه هست هم مدیح سرائی میکنه و هم مرثیه خوانی میکنه. عده‌ای تلاش کردن که در فارسی براش معادلی انتخاب کنن که از عربی بودن بیرون بیاد و اسم ستایشگر رو برای اون انتخاب کردن و این کلمه معادل ماده هست و نه مداح. به هر حال ماهیت این رشته فن مدیح سرائی و مرثیه خوانی است و یا به عبارتی فن بیان مدح و رثاء اهل بیت علیهم السلام است. مدح به معنای تعریف، ستایش و نقل مثبتات فرد یا موضوعی است و معمولاً در قالب شعر یا سخنرانی بیان میشه. هدف مدح بیان صفات نیک، فضیلت‌ها و محاسن فرد یا موضوع ستایش شده است. درباره مرثیه هم باید گفت که بهترین عبارت برای بیان ناگواری‌ها و ناراحتی‌های پیش آمده برای فرد از دنیا رفته لفظ رسا است با سه نقطه، چرا که امام رضا علیه السلام به دئبل برای بیان مصائب امام حسین علیه السلام فرمودن ارث، یعنی مرثیه خوانی کن. البته لفظ ندبه هم آمده لیندب الحسین. رسا در لغت به معنای گریه کردن برای شخص و ذکر مصیبت او و فقدان او و در عین گریستن بر او بیان خوبی ها و محاسن فرد هم هست، فرد متوفا، که گاه به صورت شعر منظوم خوانده میشه و گاه به نثر بیان میشه. مرثیه در لغت فارسی به معنای سوگواری و نوحه است، به طوری که به طور کلی مرثیه به شعر یا سخنی گفته میشه که در سوگ کسی که از دنیا رفته خوانده بشه و معمولاً در آن به ستایش از متوفا و ابراز اندوه و تأثر از فقدان او پرداخته میشه. پس اساس مرثیه سه چیزه. در فرهنگ عزاداری بر انسانهای از دنیا رفته سه چیز لحاظ میشه. اول بیان خوبی ها و مکارم و فضائل فرد متوفا. دوم ابراز مصیبت و فقدان فرد متوفا. و سوم بیان اون آلام و نایبات و ناخوشی های رفته بر فرد متوفا. در فرهنگ های مختلف از جمله فرهنگ اسلامی مرثیه جایگاه ویژه‌ای داره و در مراسم مذهبی و عزاداری ها مرثیه خوانده میشه. در کل مرثیه یک نوع ابراز احساسات عمیق و غم‌انگیز در فقدان یک عزیزه که در قالب‌های مختلفی مثل شعر، سخن، موسیقی و مراسم عزاداری تجلی پیدا میکنه. کلمه مرثیه در عربی و فارسی مترادف زیادی داره، از جمله مانند سوگ، ماتم، نوحه، ندبه. ابن منظور لغتدان معروف میگه که کلمه ماتم یا به عربی المعتم در لغت به معنای جمع شدن مردها و زنها
برای شادی و غم هست، ولی به مرور زمان نقل معنا کرده و به معنای جمع شدن زنها برای اقامه عزا اختصاص پیدا کرده. خب دکتر امید میگه در فارسی ماتم رو به عزاداری و سوگواری میگن و البته در زمان کنونی ماتم تنها برای عزاداری گروه بانوان به کار نمیره، بلکه شامل اجتماع مردها هم برای عزاداری میشه. از این نظر در برخی مناطق به جایگاه‌های عزاداری و روزخوانی ماتمسرا گفته می شده و می شود. در مترادفات باز می بینیم به مرثیه خوانی نوحه سرایی هم میگن. کلمه نوحه از عربی گرفته شده، از النوح و المناحه، به معنای عزاداری. راغب اصفهانی میگه که به اجتماع زنها برای عزاداری النوائح میگفتن. در فارسی نوحه یعنی بیان مصیبت، گریه کردن با آواز ماتم، مویه کردن و سوگواری با صوت حزین، این رو معنا کردن. از مترادفات کلمه مرثیه کلمه عزا هست. ابن منظور میگه که عزا در لغت به معنای صبر و شکیبایی کردن بر هر چیزیه که انسان از دست میده. و جناب دکتر امید میفرماید که در فارسی به معنای خوب صبر کردن یا صبر کردن در مصیبت و سوگ و مصیبت هستش. یعنی یک بار صبر کردن بر مصیبت، یک بار صبر کردن به همراه سوگ هست، یعنی هم صبر میکنه و هم سوگواری میکنه. در عربی وقتی میگن از زیت و فلانن، یعنی او رو دلداری داد و یا او رو تسلی داد. از زیت و فلان یعنی او رو دلداری دادم و تسلی دادم. و فیومی لغتدان معروف میگه که احسن الله عزاک، یعنی خداوند تو را صبر نیک بدهد. چقدر جالبه. پس بر این اساس عزاداری مراسمی است که برای آرامش بخشیدن به فرد یا افراد داغ دیده برگزار میشه. برای این منظور یعنی آرامش دادن، یعنی عزاداری یعنی آرامش دادن به داغ دیده ها با روش های متعددی که وجود داره و کاربرد داره، مانند همدردی کردن زبانی با فرد داغ دیده، گریه کردن همراه با فرد داغ دیده، شنیدن غم و غصه های فرد داغ دیده. خب این تعزیت و آرامش دادن به بازماندگان و عزاداری برای داغ دیدگان با توجه به تفاوت فرهنگ‌ها و باورها در جوامع مختلف معمولاً در قالب مراسم جمعی و یا آدابی مخصوص برگزار میشه. روی هم رفته تأثیر بسیار شگرفی در آرامش بخشیدن به افراد داغ دیده داره. باز از مترادفات مرثیه خوانی ندبه خوانی است. ندبه به معنای خواندن و گریه بر شخص با ذکر خوبی های اوست. امام صادق علیه السلام میفرماید قال لی ابو جعفر قف من مالی کذا و کذا للنوادب یندبنی 10 سنین به منا ایام منا. میگه پدرم امام باقر علیه السلام به من فرمود از مال من فلان مقدار بردار و به ندبه سراها بده و همه ساله تا 10 سال برای من در سرزمین منا در موسم حج مجلس ندبه و گریه و نوحه سرایی تشکیل بده تا بر مظلومیت من نوحه سرایی بکنن. خب حالا برمیگردیم به انتخاب بهترین نام برای کسی که در این کسوت نقش آفرینی میکنه. بعضی به مداح کلمه ذاکر اهل بیت علیهم السلام رو اطلاق میکنن که ذاکر اهل بیت لفظی بهتر از مداح به نظر میرسه و با اطلاقی که داره میتونه متعلقش هم ذکر مدح اهل بیت باشه و هم مرثیه اهل بیت علیهم السلام باشه.
از این جهت اسم ذاکر به مقصود ما نزدیکتر از اسم مداحه. به هر حال به اسمی که جامع همه چیز این جایگاه رفیع باشه نرسیدیم. البته اگر بخوایم به نامی که اهل بیت به فرد حائز این جایگاه اطلاق کردن دلبستگی داشته باشیم، تأسیه به امام رضا علیه السلام میکنیم و کلمه مادح رو به کار میبریم، چون ایشون خطاب به دئبل که هم مدیح سرائی میکردند و هم مرثیه خوانی فرمودن انت مادحنا. با تمام این بیانات و بیان این جایگاه بزرگ معنوی، همان لفظ مادح یا مداح یا ذاکر رو ما به کار میبریم. حالا میرسیم به تاریخچه مدیح سرائی و مرثیه خوانی. خب عزیزان بینندگان عزیز، اولین مدیح خوان خدای متعال زمانی که حضرت آدم علی نبینا و علیه و آله السلام رو آفرید، هم خود رو مدح کرد و هم آدم رو مدح کرد. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، همانا ما آدمی رو از گل خالص آفریدیم. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، آنگاه او رو نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم که صلب و رحم باشه. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختیم و سپس بر استخوانها گوشت پوشانیدیم و اون پیکر رو کامل کردیم. پس از آن به دمیدن روح پرداختیم، خلقتی دیگرش آشنا کردیم و انجام دادیم و انشاء کردیم. آفرین بر خدایی که بهترین آفرینندگانه. بعد از دمیدن روح هم به خود تبریک گفت و خودش رو مدح کرد و ستود، هم انسان رو ستود و احسن الخالقین نامید. و اولین مرثیه خوان باز خدای متعاله که مرثیه امام حسین علیه السلام که از اشرف فرزندان حضرت آدم علیه السلام هست رو برای حضرت آدم خواند و اولین کتاب 40 منزل با حسین علیه السلام اختصاص به این واقعه داره که میتوانن عزیزان مراجعه بکنن. پس مقام مدیح سرا و مرثیه خوان از این جهت مقام بالایی است. از این جهت هر کسی با همین سخن گفتن طبیعی و بدون شعر و آواز و صدای خوش میتوانه حائز این جایگاه باشه و هر کس مدح و مرثیه اهل بیت علیهم السلام رو با هر زبان و هر بیانی بگی قطعا در این جایگاه قرار میگیره. بعد از وقایع کربلا اولین مرثیه خوان حضرت زینب سلام الله علیها و ام کلثوم سلام الله علیها و دختران و زنان حرم سید الشهدا بودند و در رأس اونها وجود مبارک امام سجاد علیه السلام بود که در قالب مدح و مرثیه امام حسین تمام آنچه بر خاندان و حرم پیامبر از جرم و جفای بنی امیه رفته بود رو تبیین و روشنگری کردند. به همین دلیل مدیح سرا و مرثیه خوان جای پای امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها میگذاره و بار روایتگری عاشورا و کربلا رو به دوش میکشه و از باب تناسب و تشابه صاحب مقام و قائم مقام باید ذاکر و مداحی که برای مردم و امام حسین علیه السلام مداحی میکنه امام حسین رو روایت کنه. امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب رو در نظر بگیره و سجادگونه و زینبوار به خودش و کارش و رفتارش و این کسوت نگاه کنه. زبان و بیان مدح و منقبت و یا مرثیه و مصیبت از زمان رسول خدا شکل گرفته و در هر زمان افرادی با این اوصاف بودن که
بعضی از اونها به قدری در این مسیر ثابت قدم و پابرجا بودند و به مدح و مرثیه اهتمام داشتند که در این راه به شهادت رسیدند. خب شاخصترین اونها میثم تمار هست. هر کدام از مادحین و مرثیه خوانها در طول تاریخ معاصر با یک نفر یا چند نفر از اهل بیت علیهم السلام بودند که از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله تا زمان امامان بعد ایشان هم همواره وجود داشتند و مدح و مرثیه رو با زبان شعر و هنر بیان می‌کردند. از این دسته میتونیم به عنوان نمونه به حسان ابن ثابت اشاره کنیم که به عنوان شاعر پیامبر شناخته میشد و اشعارش در حمایت از اسلام و پیامبر مشهور بود. البته در هیچ یک از غزوات صدر اسلام شرکت نکرد و بعد از روی کار آمدن امیر مؤمنان علی علیه السلام هم با ایشون بیعت نکرد. به هر حال مدیح سرا بود و برخی از منابع میگن که او اولین شاعری است که اشعار دینی رو سرود و به رغم عدم همراهی با امیر مؤمنان علی علیه السلام این جناب حسان حدیث غدیر رو به نظم و شعر در آورد. باز میتونیم به کعب ابن مالک اشاره کنیم که از جمله شاعران برجسته بود که با اشعار خودش از پیامبر دفاع میکرد صلی الله علیه و آله و سلم و در بیعت عقبه و اکثر جنگ ها حضور داشت، ولی از یاری کردن حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان در جنگ ها امتناع ورزید. باز عبدالله ابن رواحه هم یکی دیگه از شاعران انصار بود که در غزوات همراه پیامبر بود و اشعارش در حمایت از اسلام و مسلمان ها تأثیرگذار بود. عبدالله ابن رواحه در جنگ موته به شهادت رسید. این شاعرها با اشعار خودشون نه تنها ترویج اسلام و دفاع از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو می‌کردند و در دفاع کمک می‌کردند، بلکه در تقویت روحیه مسلمان ها نقش مهمی داشتند. اشعار اونها تصویری از فضائل اخلاقی و ارزش‌های اسلامی رو ارائه میداد و در ذهن و قلب مردم تأثیر میذاشت. در این میان زنان شاعره هم بودند که برای رسول خدا مدیح سرایی میکردند، مانند شیما یا به عربی شیما دختر حارس، خواهر رضاعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله، عاتکه و صفیه دختران عبدالمطلب که عمه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و همچنین شاعری به نام خنسا نوه دختری امرؤالقیس که امرؤالقیس هم خود شاعر بود که پیامبر از شعر خنسا این بانو بسیار مسرور میشد و از او درخواست میکرد که براش شعر بخوانه. تفصیل تمام این زنان شاعر در جلد دوم کتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی رضوان الله علیه آمده. در زمان امام علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیهم السلام و امام سجاد علیه السلام شاعر مطرح فرزدق بود. همام ابن غالب تحیمی بصری معروف به فرزدق شاعری مشهور بوده، از بزرگترین شعرای عرب در دوره اموی بوده که در همه ابواب شعر تبحر داشته، به گونه‌ای که علمای لغت در مورد او گفتن اگر اشعار فرزدق نبود 1/3 لغت عرب موجود نبود. در سال 20 هجری در بصره متولد شد. بعد از جنگ جمل پدرش او رو به محضر علی علیه السلام آورد و به حضرت عرض کرد که او شاعره و هنر شعر داره. امام علی علیه السلام به پدر فرزدق فرمودن که علمه القرآن، به او قرآن بیاموز. خب به نقل طبری در کتاب تاریخ خودش
و ابن اعصم در کتاب الفتوح و همچنین دینوری در کتاب اخبار الطوال، بلازری در کتاب انساب الاشراف، اینا نقل کردند که فرزدق همان کسی است که در مسیر امام حسین علیه السلام به سمت کوفه با ایشون روبرو شد، در حالی که داشت از کوفه می آمد و حضرت از فرزدق درباره وضعیت کوفه پرسید و می بینیم که تلخ‌ترین جملاتی که در تاریخ گفته و شنیده شده رو فرزدق به امام حسین علیه السلام پاسخ داد. فرزدق گفت انت احب الناس الی الناس و القضاء فی السماء و السیوف مع بنی امیه، یعنی تو در میان مردم محبوب ترین هستی ولی نتیجه تابع قضای الهی است، اما شمشیرها بنی امیه رو همراهی میکنن. و در نقل دیگری گفتش که قلوبهم معک و سیوفهم علیک، یعنی دلهای مردم با تو و شمشیرهاشان علیه توست. و به نقل از تاریخ طبری آمده که قلوب الناس معک و سیوفهم مع بنی امیه. امام به طور ضمنی مردم شناسی فرزدق رو تایید میکنن. علامه هلی می نویسه در یک زمانی هشام ابن عبدالملک به حج آمده بود. انبوه جمعیت به گونه‌ای بود که هشام تلاش میکرد خودش رو به حجرالاسود برسانه، اما به دلیل کثرت مردم و ازدحام قادر به این کار نبود. تو همین هنگام امام زین العابدین علیه السلام، امام سجاد که خانه کعبه رو طواف کرده بود و رسیده بود به حجرالاسود، مردم کنار رفتند و کوچه باز کردند تا حضرت به راحتی بتوانه حجرالاسود رو استلام بکنه. تو همین هنگام مردی از اهل شام به هشام میگه که این کیه؟ این چه کسی است؟ هشام میگه که خب او رو نمیشناسم. تو همین حیث و بیس تو این هنگام فرزدق اونجا حضور داشته و میگه من او رو میشناسم و شعر معروف خودش رو درباره امام سجاد علیه السلام میسرایه: هذا الذی تعرف البطحاء وطأته والبیت یعرفه والحل والحرم. یعنی این آقا کسی است که حتی سنگ ریزه های سرزمین مکه جای پای او رو میشناسند و خانه کعبه و حل و حرم با او آشنا هستند. فرزدق بعدها شاعر اموی ها شد و اشعار زیادی درباره خلفای اموی سرود متاسفانه. از دیگر مادهان کمیت ابن زیاد اسدی متوفای سال 126 هجری قمری است. از شعرایی بود که به مدح اهل بیت علیهم السلام می پرداخت و از مشهورترین اشعار کمیت می توانیم به هاشمیات اشاره بکنیم. هاشمیات قصائدی بوده که در مدح اهل بیت و هاشمیون سروده شده. این شاعر مورد توجه و عنایت خاص ائمه بوده. شیخ طوسی از خود کمیت روایت میکنه که میگه بر امام صادق علیه السلام وارد شدم. حضرت فرمود به خدای کمیت قسم، اگر مالی نزدمان بود به تو میدادیم، اما همان مطلبی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حسان فرمود ما هم اون رو به تو میگیم و به تو بیان میکنیم. آن حضرت فرمود پیوسته روح القدس با توست. بینندگان عزیز توجه داشته باشند. فرمود پیوسته روح القدس با توست تا زمانی که با اشعارت از ما دفاع کنی. خیلی بیان عجیبی است. کمیت از جمله شعرایی است که به محضر 3 امام بزرگوار، یعنی امام سجاد و امام باقر و امام صادق علیهم السلام رسیده و اونها رو درک کرده و با اونها ملاقات داشته. از شعرای زمان امام صادق علیه السلام
باز می توانیم به سید اسماعیل حمیری متوفای سال 179 هجری قمری اشاره بکنیم. او از شاعران معروف شیعه بود و سید در زمان امام باقر علیه السلام به دنیا آمد و در زمان امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام زندگی کرد. محتوای اشعار حمیری در مدح اهل بیت و پیامبر اکرم و مذهب غاصبین ولایت بود. یکی از دلایل عدم جمع آوری کامل اشعار حمیری شاید همین مسئله بوده باشه. حمیری همچنین در اشعار خودش مناقب بسیاری از امام علی علیه السلام رو ذکر میکنه. در این زمینه یعنی بیان مناقب علی علیه السلام میتوانیم بگوییم کسی همتای او نیستش. ایشون در تمسک به ولای اهل بیت این گونه سروده و اذا الرجال توسلوا به وسیلة فوسیلتی حبی لآل محمدی. در ذم غاصبین حق علی علیه السلام و اهل بیت این گونه سروده توفی النبی علیه السلام فلما تغیب فی الملحد ازال الوصیة عن اقربیه الی الابعد الابعد الابعدی. یعنی نبی اکرم رحلت کردند ولی زمانی که در قبر شریفشون به خاک سپرده شد وصیت به نزدیکانش رو برای زمان دورتر و دورتر و دورترها گذاشتن. خلاصه وصیت رسول خدا رو عمل نکردن. ایشان هم مدیح سرا بود و هم مرثیه خوان و شعر معروفی در روضه امام حسین علیه السلام داره که میفرماید امرر علی جدة الحسین فقل لأعظمه الزکیه. یعنی ای باد صبا گذر کن بر قبر امام حسین علیه السلام و پیام دوستان و عاشقان رو به او برسان. ای باد صبا پیام ما رو به استخوان‌های مقدس و پاک امام حسین علیه السلام برسان، تا آخر ابیاتی که ایشون نقل کرده. ابوالفرج اصفهانی از قول اسماعیل تمیمی نقل میکنه که امام صادق علیه السلام حضور داشتن که سید حمیری اجازه ورود خواست و وارد شد. امام به زنان اهل بیت علیهم السلام فرمودند که پشت پرده بنشینند. اونگاه از سید حمیری خواست که در رسای امام حسین علیه السلام شعری بخوانه. سید این اشعار رو خواند، همین اشعاری که عرض کردیم: امرر علی جدة الحسین فقل لأعظمه الزکیه. امام صادق علیه السلام خیلی گریه کردند و صدای ناله از خانه اون حضرت بلند شد تا حدی که به او گفت دیگه بسه و ادامه نده. اشعار حمیری به قدری نافذ و مشهوره که دیگران برای مرثیه سرایی اشعار او رو نزد اهل بیت علیهم السلام میخوندن. مثلا هارون مکفوف در مجلس امام صادق علیه السلام اشعار سید حمیری رو به عنوان روضه میخوانه. در حدیث آمده است که ابو هارون مکفوف نقل میکنه که حضرت امام صادق علیه السلام به من فرمودند: یا ابا هارون انشدنی فی الحسین. ای ابا هارون شعری در مصیبت امام حسین علیه السلام برایم بخوان. قال فانشدته فبکا. ابو هارون میگه برای اون حضرت شعر خوندم و حضرت گریستند. فقال انشدنی کما تنشدون یعنی بالرقه. قال فانشدته. یعنی امام بهشون فرمودن که همانطوری که برای خودتون شعر و مرثیه میخوانید برایم بخوان. بعد خود حمیری اینو تفسیر میکنه، میگه یعنی حضرت منظورش این بود که با رقت و لطافت بخوان. ابو هارون هم میگه پس این بیت رو برای اون حضرت با رقت و لطافت خواندم: امرر علی جدة الحسین فقل لأعظمه الزکیه. ابو هارون میگه امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام گریه کردن، سپس فرمودن بیشتر برایم بخوان.
بعد میگه پس من همه قصیده رو برای حضرت خوندم. ابو هارون میگه امام علیه السلام گریه کردند و صدای گریه اهل منزل رو باز پشت پرده شنیدم. بعد ابو هارون مکفوف میگه وقتی از خواندن شعر فارغ شدم حضرت به من فرمودن ای ابا هارون من انشد فی الحسین علیه السلام شعرا فبکا و ابکا عشرا کتبت له الجنه. کسی که در مرثیه حسین ابن علی علیه السلام شعری بخوانه و خود گریه کنه و 10 نفر دیگر رو به گریانه، بهش بر او واجب میشه. بعد فرمودن 5 نفر و ابکا 5 و بعد فرمودن حتی 1 نفر و من انشد فی الحسین شعرا فبکا و ابکا واحدا کتبت لهما الجنه. کسی که در مرثیه امام حسین علیه السلام شعری بخوانه و خود گریه کنه و 1 نفر دیگر رو به گریانه، بهش بر هر دو واجب می شود. و کسی که در نزدش امام حسین علیه السلام رو یاد کنند و از چشمش به مقدار بال مگسی اشک بیاد، کانت ثوابه علی الله ولم یرد له بدون الجنه. ثواب و اجر او بر عهده خداست و خداوند برای او به کمتر از بهشت اجر و ثواب نمی دهد. دبل خزاعی یکی از شعرای دیگه است که متوفای 245 هجری قمری است. عالمی عالی المنزله بوده که در دوران امام کاظم علیه السلام بوده و او رو درک کرده، با امام رضا علیه السلام مصاحب بوده، با امام جواد علیه السلام هم دئبل ملاقات داشته. در علت شهادت او برخی گفتن او معتصم رو حجب کرد و معتصم هم او رو به شهادت رسوند. در ارتباط با ملاقات دئبل خزاعی با امام رضا علیه السلام در شهر مرو که سرزمین طوس امروزی ماست، آمده که دئبل خزاعی در شهر مرو به محضر امام رضا علیه السلام وارد شد و گفت ای پسر پیامبر، برای شما اهل بیت قصیده ای سرودم و با خودم سوگند یاد کردم که این قصیده رو برای کسی نخوانم مگر به محضر شما برسم. امام فرمودن اون قصیده رو بخوان. دئبل شعرش رو خواند. امام علیه السلام براش دعا کرد. بعد فرمودن که آیا در اینجا 2 بیت به قصیدت اضافه نکنم تا با اون شعر تو پایان بدی؟ خب دئبل گفت پسر پیامبر آری، و حضرت 2 بیت به اون قصیده اضافه کردند. امام رضا علیه السلام در تمام دهه محرم محزون و غمگین بود و خودش به شخصه مجالس عزاداری و مرثیه سرایی رو برپا میکرد. در این مجالس اگر شاعر یا مرثیه سرای حضور داشت، امام به او میفرمود اشعاری در رسای امام حسین علیه السلام به سرایه، و اگر کسی نبود خودش مصائب جدش رو ذکر میکرد و مردم رو میگریاند و این مطلب رو مرحوم پیشوایی در کتاب خودشون ذکر کردن. باز علامه مجلسی رضوان الله علیه روایت کرده که دئبل خزاعی میگه خدمت سرورم امام رضا علیه السلام رسیدم، دیدم اون حضرت همراه اصحابش محزون و اندوهگین نشسته. وقتی دید که من به سوی ایشون میرم فرمود ای دئبل میخوام شعری بگی و شعری برایم بخوانی. خب حضرت دستور داد پرده میان ما و اهل حرم زدن و به زنان فرمودن که در پس پرده بنشینن و در مصیبت جد بزرگوار ایشون گریه کنن. در این هنگام میگه دئبل به امام به من فرمود که یا دئبل ارث الحسین علیه السلام فانت ناصرنا و مادحنا ما دمت حیا فلا تقصر من نصرتنا ما استطعت. ای دئبل بر امام حسین مرثیه بخوان تا زمانی که زنده ای یاور و مدح کننده مایی، پس تا جایی که میتوانی از یاری ما کوتاهی نکن. میگه من گریه کردم و اشعار زیر رو خوندم. افاطمه لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانا بشط فراتی اذن للتمت الخد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجنات.
یعنی ای فاطمه اگر می دیدی حسین چگونه بر روی زمین افتاده و در کنار رود فرات تشنه جان داده است. این اشعار بخشی از قصیده طائیه یا همان اشعار مدارس آیات دئبل خزاعی است که در روایت دیگری در کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام آمده که دئبل اون اشعار رو خوند: مدارس آیات خلت من تلاوت و منزل وحی مغفر العرصاتی و منزل وحی مغفر العرصاتی. حلقه های تلاوت قرآن را تهی گذاشتن و جایگاه وحی بی سکنا گردیده است. بعد که رسید به این بیت: و قبر به بغداد لنفس زکیة تضمنه الرحمن فی الغرفات، و قبری در بغداد متعلق به نفس زکیه است که خداوند آن را در میان غرفه های بهشت قرار داده، که منظور مضجع امام کاظم علیه السلامه. امام رضا فرمودن: و قبر به توس یا لها من مصیبت توقد فی الاحشاء بالحرقات الی الحشر حتی یبعث الله قائما یفرج عنا الهم والکربات. قبری در شهر توس و سرزمین توسه و مصیبتش درون انسانها رو شعله‌ور میکنه تا روز حشر و محشر، تا آنکه خدا قائم ما رو برانگیزه و غمها و اندوه رو از ما بزدایه و ببره. دئبل میپرسه: ابن رسول الله، اون قبر برای چه کسی است در سرزمین توس؟ امام رضا علیه السلام فرمودن: قبر من هست و طولی نمیکشه که توس محل رفت آمد شیعیان و دوستان ما خواهد شد. حضرت در ادامه به دئبل فرمودن که الا فمن زارنی فی غربتی به توسن کان معی فی درجتی یوم القیامه. ای دئبل بدان هر کس مرا در غربت در شهر توس زیارت بکنه در روز قیامت با من همنشین خواهد بود و در درجه من قرار خواهد گرفت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.